خوشحال میشم اگه با لایک و ساب کردنت از من حمایت کنی. سلام دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذتی کافی رو ببرید. اومده بودیم رفتم داخل خونه یه ذره لوت جمع کنم. هیچ پخی هم 2 تا گان داشت و 20 تا تیر. رفتم داخل خونه گنده 2 طبقه که شیشه رو شکوندم. رفتم تو دیدم یه انمی اینجاست. یه ذره دمیجش دادم اینجا. رفتم خیلی دمیجم داد ولی در نهایت زدمش. 2 تا صدای رد پا گرفتم، فیلمو گرفتم، آرمورمو زدم، فرار کردم. 2 ما گذاشتم رو کلم، رفتم. اون 2 تا افتاده بودن دنبالم. اینجا دمیجم داد، زدمش ولی همش اون منو زد. یارا اومد تگمو گرفت. اینجا رفتم پشت در قایم شدم. حالا ببینید داشتم چیکار میکردم. اینجا اون می‌خواست فینیشر اون یکی رو بگیره. رفتم تو غافلگیرش کردم، کیل اونم تو دزدیدم. بازم صدای رد پا گرفتم. بیوایمو در آوردم، زدمش نخورد. اینو که زدم خوابی کف زمین. 405 باشه. ادامه دادم. لوتا رو جمع کردم که 47 هم برداشتم. اشتفتم. صدای رد پا بازم گرفتم. 2 تا گرفتم. آربورمو گرفتم و زدم تا جونم پر بشه. جا اومدم رفتم داخل خونه بر تگیری دمیجش دادم. که 47 کشیدم، رندش کردم. الان تقریبا 4 تا گرفتم. کیل داخل خونه گرفتم، لوتش کردم. پیک خشابشم حالا بعدم برداشتم. 3 تا رد با گرفتم. یه اسکواد کامل بوده. اون اولیو زدم، دومی اینجا دمیج شد. بازم اینجا زدمش ولی فرار کرد. اینجا تیرم خورد ولی داور ولی اکتیویژن دیگه چیکارش کنم. رفتیم اینجا دوباره شدن 3 تا رد پا. یکی دیگه شونم اومد. خونه اسکواد کامله. رفتم بیرون، اومدم داخل خونه و منو زد. دوستان همیشه نمیشه همه رو زد، پس منو لایک کن.